ایران خورشید و جهانگیر مجیدوف مشورزی میکنند. جهانگیر در وزن تا 90 کیلو البته به میدان خواهد آمد، چون میبینین در دوره اول آزاد بود و امروز ما شاهد یک عید متنتن گوشتین ملی خواهیم شد. به هر دو من فکر میکنم اینجا هم داور اکنون به ثانیه سنج خورشید مجیدوف بداهتا آگاهی میدهد که در این روند خاموشی را رعایت کند. دادخان بسیار ملاحظه کارانه، بسیار حرکتی حالا هم دائمی خود را بیشتر با خاص به همین اصول و محبوبیتش هم در میان هواداران گوشتین ملی در تاجیکستان از حسابی استفاده همین اصول هم سری کتف و هم حلوک همون اسکندری داخله، همین دو اصول را دادخان بسیار خوب استفاده میکند. خورشید باشد وقتی از سری هر دو آستین میدارد برای فرصت مناسبی با خود مقبول را دریافت میتواند برای شکست رقیب. این رو ما نه در یک میدان و دو میدان، بیشتر در اکثر مسابقه ها شاهد بودیم. اما اینجا هر دو چگونه میبینیم حالا موفق نیستند. حرکت خورشید کم اندک افضل تر شد. حرکت کردن لازم است برای به سمت چپ یا راست اینجا بردن رقیب یا دواندن حریف. این باز هم یک ملکه دیگر را تقاضا میکند. ورزشگران حالا در رفت تلاششان کامیاب هم نشدند. داور اکنون اینجا چون دقیقه سوم رو دیدیم که نتیجه بخش نشد، اشتباه هم نبود، خطاگی ها هم به نظر نرسید، مشورت میکنند. این مربی ایرانی خورشید مجیدوف رو تمرین میدهد. انا همین چهره رو به کارگردان تشکر و بعضی داوران هم فکر میکنم در این جریان خلاصه عمیق خود رو میدهد. خسرو شایف در این لحظه باز هم به مرکزی میدان می آید و در خصوص خاتمه دادن وقتی همین سبقت 3 دقیقه که بود، خلاصه داوران به یک تم آگاهی داده شود به خورشید مجیدوف داده شد. دادخان سین سالش به جای هم رسیده است. ورزشگری 32 ساله شهر ترسونزاده امروز هم بسیار ایستادگری میکند، با جوانان برومند رقابت میکند. خیلی هم تلاشش را ما در دوره اول با سهراب محمدیوف دیدیم که خیلی ثمر آورد. خاطررسان میکنیم که گلشاد بوریف چمپیون جهان از نمود کشتی درزی کورش 2 مرتبه برنده مدال طلایی چمپیونات جهان از کشتی کورش میباشد. یک قرصک با افتخارش. فشار پای در پای میگردد. خورشید مجیدوف حرکتی اندکی بهتر و کمربند را اکنون داشتنش بسیار هم سری وقتی سعی نموده ها خواهد بود و خواست به همین لحظه هایی که خورشید مجیدوف اگر تواند نتوانستند. هر دو هم یک فرصت مناسب را پیدا کردن، یک لحظه خیلی حساس را
یک امکانیت تو اندازه مساعدت کننده برای خورشید مجیدو بود و در نهایت هم این توجه و این قدر تلاش و کوشش های جالب خورشید و دفاع کردن باز هم پهلو با پهلوان خلعت سفید داشته پهلو بها گذاری شد. خورشید در نهایت در دقیقه آخرین هم توانست از این حالت مساعد از عملکردی خیلی با زحمت سامان دادش نتیجه خوب به بار آورد. باز ددخان قربان علیوف این مراتب هم خیلی روند مبارزه را تیزانید، کامیاب نشد. قربان علیوف را ضرور است که در 32 ثانیه دیگر به عمل رقیبش پاسخ گرداند، وگرنه از ادامه راه مبارزه محروم می شود. داور ایرانی بسیار هم در هیجان است. همین فرصت بسیار پرتافتی جالب، بسیار هم حرکتی مناسب و در نهایت توانست خورشید که افضلی مهارتش را و باز هم بالا بودن کسبیتش را، جوان بودنش را در مقابل پهلوان 32 ساله شهر ترسونزاده نشان دهد. احسن، واقعا هم سزاوار به همان موقع، به همان مطلبی که داشت. واقعا خورشید مجید و حرکتی که میبینیم در ابتدا چگونه بود، بعدا یک کوشش دیگر رو هم دیگر بار منظور کرد و در نهایت هم حرکتی آخرینش ثمره آی 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 جالب ترین حرکت، بهترین پرتاب در گران وزن ها. احسن، واقعا هم خورشید ثابت کرد این لحظه که اون میتواند در فرصت مناسب در لحظه حساس و مقصدی و مطلب خود